ассалому алайкум, шунавандаҳои арҷманд. ба таваҷҷӯҳи шумо гуфтор аз силсилаи хониши адабӣ. қироати китоби президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон «Тоҷикон дар оинаи таърих аз ориён то сомониён». китоби сеюм, гуфтори 52. چنان که در بالا تأکید کردیم، بر اثر رشد بازار اطلاعات و سوی استعمار امکانیت‌های جامعه آزاد، امروز رذالت‌های اخلاقی در بین جوانان بسا آزادانه ترغیب می‌شوند. آیا برای فرزندان و نسلی که در آینده به کمال می‌رسند چنین برنامه‌های پست اخلاقی زیانی معنوی ندارند؟ و آیا به معیاری همه‌جانبه اطلاعات فرهنگی تبدیل دادن فحش، زوراوری، کشتار و بیرحمی برای همه ملت‌ها و کشورهای عالم ضرر آور نیست؟ از این رو هنگام جشن 60 سالگی یونسکو در پاریس پیشنهاد کردم که این تشکیلات با نفوذ جهانی برنامه‌ای را تهیه و تصدیق نماید که آن به راه‌های تشکل اخلاق سالم بخشیده شود. خیلی خوب می‌شد یکی از سالهای نزدیک سال اخلاق حمیده در تمام سیاره اعلان گردد و در جریان آن عنصرهای بهترین اخلاق عمومی انسانی تبلیغ کرده شود. در دوره گلوبالیزاسیون جهان معاصر به خطر روزافزون کاهش اخلاق روبرو گردیده است که آن برای آینده انسانیت ضرری جبران ناپذیر خواهد داشت. امروز وقتی آن رسیده است که دولت‌های بزرگ بجای استحصال سلاح‌های نوترین حربی به تعمیر بنای محتشم اخلاق سالم، حفظ جهان معنوی نسل نو و تمام ارزش‌های والای جامعه انسانی پردازند. تاریخ شهادت می‌دهد که به وجود آوردن حس ناباوری، عداوت و دشمنی، اختلاف و بدگمانی نسبت به تشکل باوری و اعتماد، احساس دوستی و همکاری و حسن تفاهم خیلی آسان تر است. بنابراین از تاریخ سبق آموختن، در خانه عمومی امان سیاره زمین با صلح و سازش و اعتماد و باوری به همدیگر زندگی کردن وظیفه جانی هر فردی مسئول و پاک سریشت است. امروز کشورها و خلقها آنچنان با هم وابسته و پیوند هستند که هیچگاه بدبختی و ناکامی مردم یک گوشه سیاره به خوشبختی و سعادت خلقهای کنار دیگری آن امکان نمی دهد. انسانیت یک سیاره، یک گهواره جاویدانه حیات، یک نشیمنگاهی بر دوام نسل‌ها دارد که آن را باید از آفت‌ها و فلاکت‌های گلوبالی ایمن داشته هر ذره آب و خاک زمین را چون گوهرکی چشم حفظ نماید. واقعاً منظره باز هم مدهش و دهشتناک گلوبالی کاهیدن ذخیره آب نوشاکی و تا رفت بیشتر آب شدن پریخ‌های ابدی در روی زمین می باشد که خطری روزافزون آن باید یگان دولت و ملت عالم را آسوده نگذارد. در صورتی که اهالی سیاره بعد یک چند 10 ساله 2 برابر می افزاید، طبیعی است که ذخیره‌های زیر زمینی و منبع‌های آب نوشاکی تا رفت کمتر می شود و طلبات به استعمال و استفاده آب تازه دوچند می گردد. این عامل خواه و ناخواه در سیاره ما
یکی از خطرهای بزرگ و مدهش گلوبالی نرسیدن آب نوشاکی را پدید آورده در پیشاروی انسانیت مسئله هستی یا نیستی حیات را در این یا آن گوشه زمین به میان می‌گذارد. هدف از تشبس‌های بین المللی تاجیکستان جهت سال آب تازه اعلان کردن سال 2030 و از جانب سازمان ملل متحد پذیرفته شدن 10 ساله بین المللی عملیات آب برای حیات و جلب نمودن دقت جامعه جهانی به پرابلم حیاتی سیاره و استفاده عاقلانه و صرفه‌کارانه آن پیش از همه ماهیت عمومی بشری و جنبه انسان دوستانه و اخلاقی دارد. خلق تاجیک صرف نظر از آشنایی نچندان کامل با روندهای مرکب زمان و ساختار همکاری‌های بین المللی برای بشریت در مسائل آب تازه تشبس نجیب را براه انداخت که به عنوان 10 ساله بین المللی آب برای حیات از جانب 141 کشور جهان پذیرفته شد. این ابتکار نیک در شرایطی به میان آمد که پرابلم های حل طلبی کشور خیلی زیادند، اما مسئله تأمین انسانیت با آب شیرین نوشاکی از همه مهمتر است. محض درک عمیق قرض مقدس انسانی، تقاضای منفعت‌های ملی و عمومی بشری و روندهای مرکب جهانی معاصر ما را به شرکت فعال در حل مسئله‌های حیاتی و مهمترین گلوبالی هدایت نمود و بی سبب نبود که این تشبس نجیب از طرف سازمان ملل متحد در قطار 20 پیشنهاد ارزشمندترین جهانی پذیرفته شد و دقت اهل جهان به چنین پرابلم گلوبالی نهایت سرپهلو و گوناگون جبهه عمومی بشری جلب گردید. این اقدام از جانب خلق تاجیک که دوران سازندگی و گذریش را به سر میبرد و اصلا خودش به مشکلات آب چندان گرفتار نیست، تقاضای مسئولیتی بزرگ و درک عمیق پرابلم‌های حل طلبی پیشاروی انسانیت است. من ماهیت عمومی جهانی و حل و فصل مسائل داغ و حساس انسانیت را در همین گونه اقدام ها می بینم که بیشتر به اندیشه و منیش نیک، یعنی به خیرت سالاری، انسانگرایی و تمدن پروری و جهانسازی وابستگی دارند. به شهادت اخبار و اسناد تشکیلات‌های با نفوذ بین المللی، حالا بیش از 40% اهالی روی زمین از نرسیدن آبی تازه تنقیسی می‌کشند و هر روز در دنیا 4000 کودک از بیماری وابسته به کمبود آب به هلاکت می‌رسند. امروز قریب 80 کشور عالم به مشکلات نرسیدن آب نوشاکی گرفتارند. فکر می کنم این بدبختی و مصیبتی همگانی خلقها و ملت هاست و آنها خواه در سطح انکشاف و ترقیات حیرت آور قرار باشند و خواه در سطح پستی بالاروی و اداره کنی کشور، باید از این خطری روزافزونی عمومی بشری خود را کنار نگیرند. این لحظه به اختیار سخنان نویسنده توانای فرانسوی آنتوان دی سنت اگزیوپری از رمن شاهزاده خردسال به یاد می رسد که سالهای جنگ دوم جهانی به صفت لیاچیک حربی در بیابان ناپیدا کنار فتاده شهد بی آبی و تشنگی را چشیده است. آب
تو نه طعم داری و نه رنگ و نه بوی. تو را تصویر کردن دشوار است. چی بودنت را ندانسته کس از تو حلاوت میبرد. تو نه تنها برای حیات ضروری، تو خود ابتدای حیات هستی. از تو همه موجودات حضور و حلاوت میبرد که آن را با نیروی احساسی ما درک کردن مشکل است. تو به ما مدار و توانی را باز میگردانی که از آن کیها دل و دست شسته ایم. با عنایتی تو از سری نو چشمه های خشکیده دل گشاده می شوند. تو در دنیا بزرگترین و بی‌بهاترین ثروتی. تو همچنان در قعر زمین پاک و بی آلایشی. در نزد چشمه مردن ممکن است اگر در آن کمی آمیخته‌ای مگنی باشد. دو قدم آن طرفتر از کوری شور نیز جان دادن ممکن است. اگر 2 لیتر آبی شبنم داشته باشی و به آن یگان خیل نمک وارد شده باشد، مردن نیز از احتمال دور نیست. تو به یگان غش و آمیزیش تاب و طاقت نداری. یگان جنسی بیگانه را نیز نمی پذیری. تو خداوندی هستی که بسا آسان می رمد، اما تو به ما خوشبختی بی پایان و عادی را عطا می کنی. این سخنانی بسا عادی و صمیمی از معجزه واقعی حیات بودن آب آشامیدنی گواهی می دهد. موافق معلومات پژوهشگاه ذخیره‌های جهانی، آب تازه‌ای که برای انسان دسترس و قابل استعمال است، همگی 1% تمام ذخیره‌های آبی سیاره ما را تشکیل داده. از 1 حصه اهالی سیاره از نرسیدن آب نوشاکی اذیت می‌کشند. کشوری ما هرچند که در سرگه تشکلیابی ذخیره‌های آب تازه قرار دارد و صاحب 67% منبع‌های آب آسیای مرکزی است، از مسئله تنقیسی آب تازه در سیاره خود را کنار گرفته نمی‌تواند. زیرا با وجود داشتن سرچشمه و منبع‌های بزرگ آب تازه، ما نیز با این مشکلات حل طلب عمومی جهانی و منطقوی روبرو هستیم. از این رو در دایره مناسبت‌های اینتگراسیونی جلب نمودن توجه کشورهای جهان و سازمان‌های با نفوذ بین المللی به پرابلم آب تازه و حفظ محیط زیست، ضرورت نگهداری، استفاده و تنظیم عاقلانه ذخیره‌های موجوده آب آشامیدنی منطقه آسیای مرکزی از جمله مشکلات‌هایی است که اقدام‌های دست جمعی و حل و فصل مشترک را تقاضا می‌کند. سالهای اخیر در مجموع گرم شدن اقلیم سیاره ادامه دارد و برای تاجیکستان باز یک خطری نو پدید آمده است که آن با سرعت غیر مقرری آب شدن و تا رفت کم گردیدن حدود موجوده پیریخ‌ها در منطقه های کوهستانی مملکت می باشد. عالمان تاجیکستان خریطه تاپا گیادیزی و عکس‌های کیهانی پیریخ کلانترین مملکت فیتچنکا را در مدت نیم عصر مقایسه نموده و خلاصه آمدند که در طی 50 سال اخیر 3 ذخیره آبی آن کم شده است و اگر این تمایل گرم شوی اقلیم ادامه یابد، خطر آب شدن پیریخ‌ها
و تدریجاً کاهیدن ذخیره‌های آب نوشاکی به تمام منطقه آسیای مرکزی تهدید می‌کند. اگر به این روند جریان افزایش پیوسته احاری و مشکلات زمین‌های آبیاری شونده را در منطقه آسیای مرکزی اضافه نماییم، تصور کردن دشوار نیست که در 10 سالهای دور و نزدیک مسئله تأمینات احاری با آب تازه چه اندازه شدیدتر خواهد شد. با عباره آبرزناک یکی از محققان پرابلم‌های گلوبالی مرات تاژین، امروز برای منطقه آسیای مرکزی خطر تنقیصی آب نوشاکی از خطر بن لادن و تروریسم بین المللی کمتر نیست. بنابراین در بسیار منطقه های جهان از جمله کشورهای آسیای مرکزی حفظ ذخیره های آب تازه و استفاده صرفه‌کارانه و عاقلانه آن به مسئله عمده ترین روز تبدیل می یابد. گذشته از این، مشکلات تنقیصی آب برای کشورهای منطقه آسیای مرکزی نباید واسطه فشار و نزاع و تفرقه اندازی قرار گیرد، بلکه عامل متحد کننده و پیشبرنده گردد که راهی به نظام آوردن این مشکلات را متخصصان و کارشناسان و سروران کشورهای منطقه در همدستی و یکجایگی حل نمایند. تجربه سالهای پیشین نشان می دهد که ما به خاطر تأمین موازنت تقسیمات آب در آسیای مرکزی باید اقدامات عاقلانه یکجایه و هماهنگ را تطبیق سازیم. تاجیکستان صاحب قسم زیاد ذخیره‌های آب آسیای مرکزی و دریاهای بزرگی منطقه باشد هم با تقاضای حسن همسایگی آب را همچون ثروت عمومی ارزیابی نموده به خاطر بهداشت حالت اکوسیستم، تنظیم ذخیره‌های آب، رشد شبکه‌های آبیاری و آبرسانی، انکشاف ساحه گیدرو انرژتیکی و غیره براه ماندن و گسترش همکاری‌های مشترک را در منطقه جانبدار است. فراموش نباید کرد که آب تازه به مثل نفت و گاز و دیگر ثروت‌های طبیعی ارزشی بلند دارد و مناسبت عاقلانه و دوراندیشانه، میل و اراده نیک و فرهنگی والای همگرایی را تقاضا می نماید. مشکلات دیگری که در پیشاروی دولت‌های منطقه آسیای مرکزی ایستاده است، پروبلم تأسیس و هماهنگسازی فضای مشترک شبکه‌های انرژتیکی، تنظیم و استفاده و انتقال عاقلانه ذخیره‌های گیدرو انرژتیکی، شبکه‌های نقلیاتی، راه‌های ماشینگرد و دیگر وسایل کمونیکاسیونی می باشد. اینجا سخن برابری بنیادی راه‌های نو و مشترک باز از تأمین حمل و نقل آزادی مال، انتقال سرمایه، قوه کاری و غیره می رود که بیشک به نفع همگان است. خلاف آن در شرایط کنونی مانعهای زیادی صنعی را به بار آوردند. اینچنین از سیاست به دست آوردن منفعت بیشتر از وضع انحصاراتی مملکت‌های همسایه نیز صرف نظر کردن مناسب تر است. حل این پروبلم‌ها و دیگر مشکلات موجوده منطقه بر روند گلوبالیزاسیون جهانی مساعدت نموده برای تأمین امنیت اقتصادی و اجتماعی و گسترش رابطه‌های سالم دولت‌های آسیای مرکزی مساعدت خواهد کرد. این امر تقاضا می کند که هم دولت‌های منطقه و هم دولت‌های بزرگ سیاست نهایت سنجیده، سازنده
و سازگار با ثبات و امنیت منطقه و جهان را عملی نمایند. آسیای مرکزی همچون نقطه حساس ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژی جهان نباید صحنه بی‌ثباتی و برخوردهای جهانی باشد، بلکه مرکزی پیوندی منفعت‌های منطقوی و جهانی گردد. در این مرحله حساس تاریخ بشریت، عاقلانه و آگاهانه هماهنگ ساختن و تطبیق کردن منفعت‌های منطقوی و عمومی ملی به خاطر پیشگیری خطرهای گلوبالی طلب روزافزون حیات است. ما باید با شناخت دقیق مضمون روندها و تحولات جهانی و درک مسئولیت و دوراندیشی پیگیرانه تلاش نماییم که از دستاورد و جهت‌های مثبت گلوبالیزاسیا به نفع ثبات و پیشرفت وطن عزیزمان حدالامکان استفاده بریم و همزمان مردم، کشور و فرهنگ ملی خود را از عاقبت‌های منفی و خراب آوری آنها ایمن داریم. شرط مهمترین در این راه تشکل همکاری بین المللی جهت رفع خطرها و تهدیدهای اساسی گلوبالی از جمله تروریسم، اکستریمیسم، قاچاق و گردش غیر قانونی مواد مخدر و جنایتکاری متشکل ترانس ملی می باشد. زیرا در این روند همگرایی با سرعت این پدیده های فاجعه بار وسعت گرفته به تقدیر کل بشریت تهدید می کند. کلید موفقیت و پیروزی جامعه جهانی در تهیه و تطبیق استراتژی کامپلکسی و فراگیر می باشد. ما هنوز بهار سال 2000 ضرورت تهیه و قبول کانسپسیون یگانه و اونیورسالی مبارزه بر ضد تروریسم را تأکیداً ذکر نموده بودیم که در آن قبل از همه مفهوم عمیق و واضح اصطلاح تروریسم، خصلت، مضمون و عملیات تخریبگرانه آن تعبیر گردیده، راه‌ها و وسیله‌های مؤثر مبارزه علیه آن معین و مشخص کرده شوند. باعث قناعتمندی است که در پیامی به شورای امنیت سازمان ملل متحد پیشنهاد شده و گزارش تبریکی به مناسبت 60 سالگی این سازمان با نفوذ جهانی این مسئله همچون تدبیر افضلیتناک برای پیشگیری خطرهای روزافزون بین المللی تأکید گردیده است. ما بار دیگر ذکر می کنیم که تطبیق پیشنهاد قبلی ما در مورد مبارزه علیه تروریسم و تأسیس اتحاد بین المللی ضد قاچاق مواد مخدر کار نهایت مهم و حتی تأخیر ناپذیر می باشد. زیرا صرف نظر از این تدبیرها خطر تروریسم، فروش و گردش غیر قانونی مواد مخدر، قاچاق سلاح و عاملهای آدم فروشی در عرصه جهانی کم نشده است. جامعه جهانی بجای بزیمه این یا آن دین و مذهب بار کردن گناههای تروریسم و زوراوری باید تدبیرهای قطعی و مشخصی پیشگیری این ظهورات ننگین را اندیشند و به بهانه‌جویی و معیارهای دوخوره راه ندهند. روند حیات پرتلاطم انسانیت و افزودن خطرهای گلوبالی در 10 سالهای آخر تقاضا می نماید که فعالیت ائتلاف بین المللی مبارزه بر ضد تروریسم و اکستریمیسم با ثمر و مؤثرتر کرده شوند. در این مسئله مهم حیاتی استانداردهای دوگانه یا خود فضل فروشی زبانی ولی دستگیری نهانی عملیات‌های تروریستی قابل قبول نیستند. ما جانبدار نظام عادلانه
و استوار جهانی بر اساس اصول و معیارهای حقوق بین المللی، قبل از همه برابر حقوقی همه سوبیکت های روابطی بین المللی و رعایت صاحب اختیاری دولت ها می باشیم که در تنظیم آن سازمان ملل متحد همچون سازمان یگانه اونیورسالی جهان باید نقش مرکزی داشته باشد. این نظام جوابگوی منفعت‌های عالی همه خلق‌ها و کشورها، امنیت و ثبات جهانی می باشد. تشکل استقلالیت ملی و هدفهای تقدیرسازی تاجیکستان در شرایط خطرهای گلوبالی. امروز در پیشاروی ما 3 جشن بزرگ تاریخی قرار دارد. سال بزرگداشت تمدن آریایی، 2700 سالگی کلاب باستانی و 15 سالگی استقلالیت ملی تاجیکستان. 2 سنه اول و فراموش ناپذیر تاریخی از روی مضمون و ماهیت و فاصله زمان به قعر 1000 سالهای دور رفته می رسد و سنه آخرینش از آغاز استقلالیت نوین و احیای دولتداری ملی جمهوری تاجیکستان در فضای نوی سیاسی ابتدا می گیرد. هر 3 این جشنها ماهیتاً به تشکل تمدن دولتداری و راه دشوار و سنگینی رسیدن به استقلالیت پیوند ناگسستنی داشته، پدیده‌ای برجسته تاریخی و فرهنگی، مظهر ایدئال و آرمان‌های چندین عصره فرزندان اصیل و آگاه، رمز اصالت و هویت، نشان هستی و بقای دیرینه ملت ما می باشند. این جشن‌های با شکوه در شرایط تجلیل می گردند که انسانیت 5 سال اولی 1000 ساله 3 میلادی را پسی سر نموده، هنوز هم راه و اصولهای مکملتری رسیدن به زندگی آرام و آسوده، تنتنه عدالت و صلح و امنیت پایدار، کمالات عقلانی و امکانیت‌های بهتری مادی و معنوی، فرهنگی والای و فضیلت‌های نجیب اخلاقی و نهایت تنجی و بیخطری سیاره و خوشبختی جامعه بشری را جستجو می نماید. امروز ما در مرحله خیلی حساس و مرکب تاریخ انسانیت قرار داریم. انسانیت از هر وقت دیده در آغاز 1000 ساله 3 به صلح و آرامی، تأمین امنیت سیاره، همدلی و همکاری، مهر و رفاقت، بزرگداشت ارزش‌های فرهنگی و معنوی و اخلاق حمیده نیازی بیشتر دارد. اگر ما برای پیموده انسانیت با چشم خرد نگریم، برایمان عیان می گردد که تاریخ جامعه بشری به معنی دیگری این عباره تاریخ پیدایش، تشکل و تکامل و نهایت تنزل و احیای دیگرباره نظام جامعه و برد و باخت تمدن هاست. از کسی پوشیده نیست که خلقیت و ملت‌های گوناگون عالم در طول 1000 سالها وابسته به شرایط خاص تاریخی و تقاضای زمان چندین تمدن‌ها و سلسله فرهنگ‌ها را ایجاد کردند که صرف نظر از پدیده نادر و ارزشمند بودنشان در مجموع چون دستاورد بزرگ و میراث مشترک انسانیت ارزیابی می‌گردند. شنونده‌های گرامی، شما گفتار 52 را از کتاب پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان تاجیکان در آینه تاریخ از اوریان تا سامانیان شنیدید. راوی علیزاده عبدالرشید خوجمقل، کارگردان
شیرالی نوزلی. پایانی گفتار از سلسله خوانش ادبی. شاد باشید.